تو رفته که دوباره دیده بود قضا، میگفت خدا برای کارم داده زود جزا، برای کمک داد میزد نبودش صداش رسا. یه پیرمرد رسیدت دور با عصا. پیرمرد میگفت چی میگی جوون، حسه میگفت چیه فرستادی پلون. باب دهنش خوش شد توی گلوش، چشاش خشک و زیر چشماش کبود باینگ. پیرمرد کمکی نبود ولی بهتر از این بود بمونی جاد پتکی. پیرمرد دستش چایی بود با نلبکی، حسین پرسید پیری میدی کمکی. پیرمرد گفت مهمون برکت مثل نونه، زحمتی نیست به سر پلو بدوره. حسین و راهنمایی کرد کوچه به کوچه تا اینکه رسیدم به خونه. پیرمرد لباسش بود سیاه، دم خونش هم روبان مشکیا. بالاتر عکس جوون بود، حسین میشناختش شرمیا. هفته پیش سواره ماشین تیز گرفته بود علمیای قصه رو ریز. حسین شده بود حسابی گیج، گفت شاید این باشه خطای دید. پیرمرد سفره پاکت گفت میبخشی که چیزی نیست. حسین سمت عکس برگشت، پیرمرد دوباره شد چشم حیث. عکس بستم اون نمیدونستم تو زندگیش نخواهی بود. پلیسا گفتم بهم نفری بود. حسین خاکیان باز خورده پول، حسین تماما جا خورده بود. سر بزرگش کردم و خورده پول. حسین خیلی مثل سرمی مشته بود آده پول. حسین خیلی مثل ارمیا کشته بود، نمیزشت اگه خلافش کنده بود. حسین خاکی داده بود، خیلی رو کرده مثل پیرمرد داغ داد. دست غذا کشید رو پاهاش وایساد، سمت پیرمرد برگشت گفت منم یه سر خاک زد. پیرمرد خندید گفت میدونم مشتی، بعد اون تردید برمی و بدون تردید نوشته نام زود رو اون چکه برگشتی. نام رو بود گذاشت کف دستش، حسین زد زیر گریه انگار کردم پرتش. یکم فکر کرد به هر فرمیای فکر کرد، گفت از امشب کف از امشب اول شام عوضی. دمت کم رفیق عوضی، دمت کم پولیای عوضی.